حاشیه‌های تحقیر زنان در تلویزیون جمهوری اسلامی. نویسندگان سریال‌های تلویزیونی که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شوند، به احتمال فراوان در سالهای اخیر نسبت به برخی از مسائل حساس‌تر و دقیق‌تر شدند. برای مثال، چندان بی‌پروا و بی‌حواس به بازنمایی و توصیف موقعیت اقوام و ملیت‌ها، اقلیت‌های قومی مختلف در ایران نمی‌پردازند یا مراقب هستند که درباره استادان دانشگاه، معلمان، حقوقدانان یا برخی دیگر از اقشار جامعه اشارات توهین‌آمیز نداشته باشند، حساسیتی که گویا در مورد زنان وجود ندارد. علاوه بر آن، ملاها که گویا از مسنونیت ازلی و ابدی در این زمینه برخوردارند و بازنمایی آنها هرگز در هیچ یک از سریال‌های تلویزیونی صدا و سیما با نشانه‌هایی از تغییر و نقاط منفی همراه نیست. به تازگی پزشکان نیز به فهرست حساسیت‌های مورد اشاره اضافه شدند. اگر هم نویسندگان و سازندگان سریال‌ها، درام و طنز تلویزیونی صدا و سیما در توصیف و بازنمایی این اقشار بی‌پروا عمل کنند، جامعه نسبت به این رویکرد عکس‌العمل نشان می‌دهد. حتی پیش آمده که سریالی به دلیل اعتراض گروهی از مردم توقیف شده و مسئولان صدا و سیما از ادامه پخش آن سر باز زدند یا دست کم باعث هیاهویی درباره آن رسانه داخل کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار در گرفته و سازندگان آن سریال وادار به اظهار نظر و پاسخگویی درباره عملکرد خود شدند. با این همه، آنچه که تا به امروز حساسیت برانگیز نبوده و به گونه‌ای سهل‌انگارانه با آن برخورد شده، رویکرد سریال‌های تلویزیونی به بازنمایی زنان و مسائل مربوط به آنان است. از سریال‌های درام خانوادگی گرفته تا طنزهای متعددی که در دوره‌های زمانی مختلف و به مناسبت‌های گوناگونی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود و حتی در برنامه‌های ویژه کودکان رویکردی وجود دارد که با کلیشه‌های رایج در جامعه ایران در ارتباط با زنان دامن می‌زند و گاه با تحقیر این گروه همراه است. اما چرا هیچ سریال تلویزیونی در ایران به دلیل بازتولید این کلیشه ها و تلاش برای تحقیر و تمسخر زنان مورد اعتراض قرار نمیگیرد؟ چرا آنقدر که پزشکان، معلمان، استادان دانشگاه، ملیت‌های قومی و دیگر گروه‌ها و اقشار جامعه ایرانی نسبت به حقوق خود و زائل شدن آن در سریال‌های تلویزیونی آگاه شدند و به خود جرأت اعتراض مدنی می‌دهند؟ زنان و نیز مردان جامعه نسبت به چگونگی بازنمایی زن در این سریال‌ها از خود حساسیت نشان نمی‌دهند و حتی مجال یک بحث رسانه‌ای ساده در این زمینه را هم فراهم نمی‌سازند. از کارمندان اداره ثبت احوال تا سازمان نظام پزشکی، سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری تازه‌ترین نمونه از برنامه تلویزیونی ایران بود که پخش آن با اعتراض گسترده گروهی از پزشکان ایرانی در داخل کشور همراه شد. علاوه بر اینکه انتقاد وکیلان را نیز در پی داشت. برخی از منابع خبری گزارش دادند که سابقه این اعتراضها به پیش از پخش سریال میرسد و جدی‌ترین شکل آن به ارسال نامه‌ای از سوی وزیر بهداشت به رئیس صدا و سیما باز می‌گردد که در آن نامه به تولید چندین برنامه اعتراض کرده بود. با این همه موج اعتراضها وقتی شدیدتر شد که مطبوعات داخل و همچنین رسانه‌های خارج از کشور از انتقاد فراوان پزشکان جامعه ایرانی، واکنش‌های تند سازمان نظام پزشکی در این رابطه سخن گفتند تا جایی که این سازمان در وبسایت خود از در حاشیه با عنوان برنامه هتاکانه نام برده و پزشکان را به تجمع اعتراض‌آمیز علیه آن فراخواند. اما در حاشیه تنها نمونه از این بازنمایی‌ها و آن اعتراضها نبود. کمتر از یک سال پیش نیز مجموعه تلویزیونی سرزمین کهن به کارگردانی کمال تبریزی نیز در پی موجی از اعتراضهای گوناگون از سوی بختیاری‌ها در اهواز و برخی دیگر شهرهای ایران و نیز انتقاد صریح محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و تنی چند از نمایندگان بختیاری مجلس پس از پخش 4 قسمت از آن متوقف شد. منتقدان بر این باورند که در این سریال به بختیاری‌ها توهین شده و اصل و نسب آنها زیر سوال رفته است. از نمونه‌های کمی قدیمی‌تر می‌توان سریال شهریار، او یک فرشته بود، به زنگا، مرد هزار چهره، اغما و پایتخت نام برد
که به ترتیب با اعتراضاتی از سوی دختر شهریار، شکایت کانون وکلا، شورای نظارت بر صدا و سیما، کارمندان اداره ثبت احوال شهرستان فسا، سازمان نظام پرستاری و بالاخره مردم مازندران مواجه شد. در تمام این اعتراضات نوک پیکان انتقاد متوجه توهین‌ها و نیز بازنمایی نادرست واقعیت‌ها از زندگی و فعالیت‌ها و گروه‌ها و اقشاری از جامعه ایرانی است. برای مثال اعتراضها نسبت به سریال پایتخت با این مضمون صورت گرفته که لهجه مازندرانی در این سریال‌ها به گونه‌ای توهین آمیز و مبالغه آمیز به بار کمدی و تمسخر آلود همراه شده و نیز مردم استان مازندران به صورت مردمانی ساده‌لو بازنمایی شدند. تحقیر زنان به بهانه ادبیات طنزآلود. مروری کلی‌تر بر سریال‌های تلویزیونی ایران گویا این است که زنان در بیشتر این سریال‌ها بسته به ژانر مورد نظر اغلب در نقش‌های ظاهر می‌شوند که با تولید الگوهای سنتی، مذهبی و مردسالارانه را به دنبال دارد. آنها یک نماینده تیپ زن متین و محجوب به مورد پسند فرهنگ اسلامی هستند. اغلب با چادر و مقنعه یا سر و وضعی ساده و بی آلایش و لحن صدای آرام و متانت در کلام و سخن گفتن بازنمایی می شوند یا گروهی از زنان را نمایندگی می کنند که به تجمل پرستی، مصرفگرایی، بیبند و باری، نرم و ملایم و نه چندان توی ذوق زننده آراستند و در بیشتر موارد هم در مقابل تیپ اول شخصیتی قرار می گیرند و عرصه مقایسه آشکار را رقم میزنند بین زن متین و محبوب و زن سرکش و خواستار آزادی‌های بی قید و شرط. در سریال‌های طنز اما بازنمایی تیپ دیگری از زنان مواجه می‌شویم که در نگاه اول به واقعیت‌های موجود در جامعه نزدیک‌ترند. شاید به این دلیل که چادر و حجاب اسلامی نیز همچون ملاها از مسئولیت در برابر هر گونه نقد حتی به زبان طنز برخوردارند، در سریال‌های طنز تلویزیونی ایران با تیپ نخست مورد اشاره از زنان ایرانی مواجه نمی‌شویم. از سوی دیگر چون امکان شوخی با مذهب نیز وجود ندارد، در این سریال‌ها کوچکترین اشاره به باورهای مذهبی افراد نمی‌شود. به این ترتیب زنان توصیف شده در این برنامه‌ها از نظر تیپ ظاهری، سر و وضع، شغل و موقعیت اجتماعی به گونه‌ای تصویر واقعی از زنان جامعه ایران را نمایندگی می‌کنند. اما در سوی دیگر ماجرا بیشتر این کاراکترها زنانی هستند که کم‌هوش، مصرفگرا، پول دوست، دوستدار تجملات، خواهان عمل جراحی زیبایی، پرچانه و بی‌منطق، بد اخلاق، تندخو که گاه حتی از اداره یک مکالمه ساده عاجزند. در موردی هم بیکارند و فاقد موقعیت‌های شغلی و اقتصادی مستقل که البته در این موارد مردان را به عنوان همسر و گاه پدر در کنار خود دارند یا از حمایت ساده لوحانه آنها برخوردارند یا توانستند آنها را به عنوان شوهران پولدار به تور بیندازند. شغل‌های مهم و اصلی در این سریال‌ها اغلب از آن مردان است. این مردان هستند که با عناوینی همچون مهندس، دکتر، رئیس بانک، استاد دانشگاه، وکیل، مشاور و صاحب منصب معرفی می‌شوند و این زنان هستند که بیشتر موارد یا کارمند و زیردست این رؤسا هستند یا زنان خانه‌دار بدون شغلی که به منبع درآمد همسران خود وابسته‌اند به آنان می‌بالند. موضوع صحبت این زنان نیز حول خواستگاری، آرایشگاه، عمل جراحی زیبایی، آخرین مد موی سر و روسری، ازدواج، سفر و پول میچرخد. آنها شخصیت‌های غیر جدی هستند که در امور غیر جدی، در موقعیت‌های غیر جدی، به صحبت‌های غیر جدی مشغولند و طرق و فنطق امورشان را مردان بر عهده دارند. مردانی که حتی اگر شارلاتان، کلاهبردار، بی‌سواد، کم‌هوش، غیر جدی، بد اخلاق باشند، همچنان از نوعی برتری برخوردارند که الگوها و ارزش‌های فرهنگ مرد سالارانه را حتی در سریال‌های طنز تلویزیونی این برتری را باز تولید می‌کند. اگرچه در این برنامه‌ها کاراکترهای مرد نیز با ادبیات طنز و البته گاه هجوم به نمایش کشیده می‌شوند، اما بازنمایی کاراکترهای زن تنها با این نوع ادبیات همراه نیست، بلکه مضامین زن ستیزانه را در بر می‌گیرد که تا به حال از سوی افراد جامعه ایرانی مورد اعتراض و انتقاد قرار نگرفته است. دست کم اگر هم این اتفاق افتاده، بازتاب بیرونی و رسانه‌ای نداشته است.
در بیشتر مواردی که مجموعه‌های تلویزیونی با انتقاداتی از سوی اقشار مختلف جامعه روبرو شدند، این مجموعه‌ها می‌توانستند همزمان محل انتقادات متعدد درباره رویکردشان نسبت به زنان باشند. دست کم درباره سریال در حاشیه می‌توان چنین ادعایی را مطرح کرد که این برنامه نه تنها شوخی با کادر بیمارستانی، پزشکان، پرستاران و وکیلان جامعه ایران نیست، بلکه زنان را به شیوهی تحقیرآمیز به تصویر می‌کشد و در نقش‌هایی از جمله زن ساده‌لوح کم‌هوشی که همسر آینده یک پزشک قلابی است و تحت هر شرایطی راضی به زندگی مشترک با او، و نیز زن جوانی که در نقش خواهر رئیس بیمارستان ظاهر می‌شود، بسیار پرچانه است و اغلب تحمل او حتی از حوصله مخاطب فراتر می‌رود. این سریال حتی وقتی نقش مادری به زنی می‌دهد، شخصیت او را توصیف می‌کند از زنی که با اندام چاق که به فکر سیر کردن شکم پسر خود است و بی توجه به فرزندان دختر. او با مدام قربان صدقه رفتن و توجه‌های بی حد و حصر به پسر خود، همان پزشک قلابی، کلیشه‌های سنتی از مادر بودن را باز تولید می‌کند و به مضامینی برخاسته از فرهنگی مردسالارانه دامن می‌زند. فرهنگی که در آن فرزندان دختر سرکوب می‌شوند و فرزند پسر حتی با تمام کم‌هوشی‌ها، دروغگویی‌ها، فریبکاری‌هایش مورد ستایش قرار می‌گیرد و مایه افتخار می‌شود. اما اعتراض به چنین رویکردهایی شاید فقط به فضای مجازی از جمله فیسبوک و برخی از رسانه‌های خارج از کشور محدود شود. به جز گروهی از فعالان فمینیست که اغلب در خارج از ایران زندگی می‌کنند، کمتر افرادی از جامعه ایرانی را می‌توان یافت که نسبت به چگونگی بازنمایی زنان در سریال‌های تلویزیونی ایران حساس باشند و آن را به بحث و گفتگو بگذارند. هرچند که این اعتراضها در همان فضای مجازی نیز گاه توسط گروه‌های دیگر از مخاطبین این سریال‌ها سرکوب می‌شوند. با این توجیه که ادبیات طنز را نمی‌توان به بهانه زن‌ستیزی بودن مورد هجوم قرار داد. ممنوعیت بحث و گفتگو درباره مسائل مربوط با زنان از جمله برابری حقوق زن و مرد، فمینیسم، به خودی خود دشواری نقد فرهنگ مردسالارانه و زن‌ستیزانه را در داخل کشور فراهم ساخته، به گونه‌ای که حتی صحبت از ازدواج سفید در مجله زنان امروز به تازگی باعث توقف این نشریه شده است. همچنین فقدان فضای گفتگو درباره این مسائل در محیط‌ها و گروه‌های اجتماعی مختلف از سوی دیگر باعث شده افراد جامعه کمتر نسبت به این مضامین آگاهی و حساسیت داشته باشند. به عبارتی دیگر، به موازات هرچه بیشتر نهادینه‌تر شدن فرهنگ مردسالاری در جامعه، حساسیت‌ها نسبت به نابرابری زن و مرد، تحقیر و تمسخر زنان و ادبیات زن‌ستیزانه پایین آمده و حتی انتقاد از آنها نیز جایی اینکه مورد حمایت قرار بگیرد با موجی از اعتراضات همراه خواهد بود. گویی پزشکان، پرستاران، وکیلان، اقوام مختلف و حتی کارمندان اداره ثبت احوال شهرستان فسا بیشتر از زنان جامعه ایرانی به حقوق خود آگاه شدند یا بیشتر از زنان از شایستگی اعتراض نسبت به پایمال شدن حقوق مدنی خود برخوردارند که حتی انتقاد گروهی از آنها میتواند گاه به توقف پخش یک سریال تلویزیونی منجر شود. اما زنان همچنان در موقعیت نابرابر در مواردی که مورد تحقیر و تمسخر قرار میگیرند در حاشیه میمانند، بی آنکه این مسئله حتی به موضوع یک بحث ساده مطبوعاتی در یکی از روزنامه‌های کشور تبدیل شود. فروغ فرخزاد در دی‌ماه سال 1313 هجری شمسی در تهران متولد شد. پس از گذراندن دوره‌های آموزش دبستانی و دبیرستانی به هنرستان بانوان رفت و خیاطی و نقاشی را فرا گرفت. 16 ساله بود که به یکی از بستگان مادرش، پرویز شاپور که 15 سال از وی بزرگتر بود، علاقه‌مند شد و آن دو با توجه به مخالفت خانواده‌هایشان با هم ازدواج کردند. چندی بعد به ضرورت شغل همسرش به اهواز رفت و 9 ماه بعد تنها فرزند آنان کامیار دیده به جهان گشود. از این سالها بود که به دنیای شعر روی آورد و برخی از سروده‌هایش در مجله‌ها خوانده شد و به چاپ رسید. زندگی مشترک او بسیار کوتاه بود و به دلیل اختلافاتی که با همسرش پیدا کرد به زودی به متارکه انجامید و از دیدار تنها فرزندش محروم ماند.
نخستین مجموعه شعر او به نام اسیر به سال 1331 در حالی که 17 سال بیشتر نداشت به چاپ رسید. دومین مجموعهش دیوار را در 21 سالگی به چاپ رساند و به دلیل پاره‌ای از سنت شکنی ها مورد نقد و سرزنش قرار گرفت. 22 سال بیشتر نداشت که به رغم ناملایمت‌ها سومین مجموعه شعرش عصیان را چاپ کرد. فروغ در مجموعه اسیر بدون پرده‌پوشی و بی توجه به سنت‌ها و ارزش‌های اجتماعی آن احوال و احساسات زنانه خود را که در واقع زندگی تجربی اوست توصیف می‌کند. اندوه و تنهایی و ناامیدی و ناباوری که بر اثر سرماخوردگی در عشق در وجود او رخنه کرده است سراسر اشعار او را فرا می‌گیرد. ساختارهای سنتی را زیر پا می نهد و آشکارا به اظهار و تمایل می پردازد و در واقع مضمون جدیدی که تا آن زمان در اشعار شاعران سابقه نداشته است می آفریند. در مجموعه دیوار و عصیان نیز به بیان اندوه و تنهایی و سرگردانی و ناتوانی و زندگی در میان رؤیاهای بیمارگونه و تحلیلی می پردازد و نسبت به همه چیز عصیان می کند. بدین سان فروغ همان شیوه تولید را با زبانی ساده و روان اما کم‌مایه و ناتوان دنبال می کند. از لحاظ شکل نیز از این سه مجموعه همان قالب 4 پاره را میپذیرد و گاه تنها به خاطر تنوع اندکی از آن تجاوز می کند. فروغ از سال 1337 به کارهای سینمایی پرداخت. در این ایام است که او با ابراهیم گلستان نویسنده و هنرمند آن روزگار همگام می‌بینیم. آن دو با هم در گلستان فیلم کار می کنند. در سال 1338 برای نخستین بار به انگلستان رفته تا در زمینه امور سینمایی و تهیه فیلم مطالعه کند. وقتی که از این سفر بازگشت به فیلم برداری روی آورد و در تهیه چند فیلم کوتاه با گلستان همکاری نزدیک و مؤثر داشت. در بهار 1341 برای تهیه یک فیلم مستند از زندگی جذامیان به تبریز رفت. فیلم خانه سیاه است که بر اساس زندگی جذامیان تهیه شده یادگاری هنری سفرهای او به تبریز است. این فیلم در زمستان 1342 از فستیوال ابرام هاوزن ایتالیا جایزه بهترین فیلم مستند را به دست آورد. چهارمین مجموعه شعر فروغ تولدی دیگر بود که در زمستان 1343 به چاپ رسید و به راستی حیاتی دوباره را در مسیر شاعری او نشان می‌دهد. تولدی دیگر هم در زندگی فروغ و هم در ادبیات معاصر ایران نقطه‌ای روشن بود که ژرفای شعر و دنیای تفکرات شاعرانه را به گونه‌ای نوین و بی‌همانند نشان می‌داد. زبان شعر فروغ در این مجموعه و نیز مجموعه ایمان بیاوریم به فصل سرد که پس از مرگ او منتشر شد زبان مشخصی است با هویت و مخصوص به خود فروغ. این استقلال را فقط نیما دارا بود و پس از او اخوان ثالث و احمد شاملو در شعرهای بی‌وزنش و این تشخیص محصول کوشش چندین جانبه اوست. نخست سادگی زبان و نزدیکی به حدود محاوره و گفتار و دو آزادگی در انتخاب واژه‌ها به تناسب نیازمندی در گزارش‌ها، دریافتی شخصی وی و توسعه‌ای که در معقوله وزن زن قائل بود. فروغ پس از آن که در تهیه چندین فیلم ابراهیم گلستان را یاری کرده بود، در تابستان 1343 به ایتالیا، آلمان و فرانسه سفر کرد و زبان آلمانی و ایتالیایی را فرا گرفت. سال بعد سازمان فرهنگی یونسکو از زندگی او فیلم نیم ساعته‌ای تهیه کرد، زیرا شعر و هنر او در بیرون از مرزهای ایران به خوبی مطرح شده بود. فروغ فرخزاد 33 سال بیشتر نداشت که در سال 1348 به هنگام رانندگی بر اثر تصادف جان سپرد. یکی از آرزوهای فروغ که از زبان خودش نوشته است، آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آنها با مردان است. من به رنج‌هایی که خواهرانم در این مملکت در اثر بی‌عدالتی مردان میبرند کاملا واقف هستم و نیمی از هنرم را برای تجسم دردهای آنها به کار میبرم. آرزوی من ایجاد یک محیط مساعد برای فعالیت‌های علمی و هنری اجتماعی زنان است.